چرا بستدی نیلیلا؟ ماما جو تو چرا ایتا شیشته با سکل تو طالب عمر خو سکل سوار شده بودی؟ خب میفته کن برا کمر من نرم نور کردی تو سکل فقط دل تو هست کمی چونه مرا بدن خو بینی بجوی آخه عادی بشی من 10 دفعه به می مادر خو بگفت تو کیف همی خوار من به می آدم حیف ما که تو خوار خود این شما با تو کمر من بس کسی من تو 4 برو پیاده برو حال یک اشاره سکل ما بس کنی فهم چند ارزش اینه چکاره با خب این که میشینم پیاده برو بابا تو نمیتونی شیشتن رو بشه دو ماه جو شیشتن تو بلد نی همی میفته که دست پاتو نرم نور میشه صبر کن تو سیکو ما به بالا افتادم که امرو برات تو آمدم که تو بری به خونه ما خب بابا اشتباه بشینم دیگه برو حرکت کن چی رقم باور کن ما به کی بالا افتادم امرو ما به مادر پیشو سیکو چی میگم باور بکن که برو مادر ممر آخ نکنه یک قدم دیگه تو به سکل ما بالا نمیشه چره پیاده بیا تو بام رو خود طالب با سکل سوار نکی من نمیتونم کاکا مو جنجال شما افتادیم دیگه سلام علیکم ماندن آقا ماما جان سلام چطور هستی ماما جان خیلی هستی جان جوره یاری بشناخته من نه اسمم گیلک عقل پینتر و مله او از عقل پینتر خیلی خب خیریت لالا بله ها کردشی شما نشناختم شما اسم شما کینه ماما نوروز ماما نوروز آها خسر خوشیومه ماما نوروز نام داره کی خسر خوشیومه خب ها ماما جان من مامایم تمام سالا خسر خبرم انا خب مایم برم تمام سالا خسر خب هموک زد نداریم پول کم هموک زد بشه کم پیاده نرم که هر دو لنگم به درد آمده ماما جان دیشته بخونه خسر خمیری که دست خیلی بیپو ما خب چیزم ما اونجا مهمونیم بفهمیدیم خب ما خسر بریمه خب مرکه وردش خب بفهمیدیم انا مر وردش بیاورده هر جا من افتاده مردم مسکلیو انا مر تک اگانالت سزایی بدین یکی گفت اگه میته پیاده برو یعنی تو خب را پشت موتورن گرفته نه تویستی؟ نه برا نمیته گفتم من اگه کمک بکنی قران 4 قران داریم اگه میته خر چیزی کرهی باشه تیر شم انا ما سوار شم یک شیخان لوکسی داری خاطر به میمونی میره باشم سعی کن دل پشم داره پیش خود سعی کنه یک کیسا خوب پولم بق کنید به خدا چاله تو آنه استیاجمه ها دیگه چگار کن دیگه زنده باشه ماما جان دیگه کار خدمتی ترگاز گیری بیلا سر شما ماما جان چرا بوی دوغ میده ما با دوغ صرف میشیرم ها با خصیت بیبیمه بیبیتم با دوغ میشیر عمر شما رو به خوب بخشید بیبی مدگاله خدا من بیامرزه زنده باشیم تقریبا شاید که 45 سال بشه خدا من بیامرزه انا عمر شما رو به خوب بخشید بیبیمه بعدن او سر خود مدام به دوغ مشیش به دوغ مشکی همیشه به پیش از اینکه میشیشتم با ویلا سرکلی بیبیمه بوی دوغ تروشی میداد انا من برات که تا سر شما بیش کنم میبینم سر شما بوی دوغ میده بازم خیر بینیم ماما جان دیگه کار خدمته تشکر ماما جان خدا جای باشیم ماما جان زنده باشیم زنده باشیم
مرگم فوجات نیلی لا بگیره دو ما داری پس به درد کی بخوره دیگه من پرتو کردی بیا منو میشتا برو ماله ماما جان بله بابا من هم میتونم ببینم خیلی خوب ببریم شما کی میتونه ببره؟ کی؟ شما کجا بیامدید پیاده بیامدید؟ من به سراخ میرم به سراخ خسر خو به سراخ خسر خو؟ بله سراخ خسر شما به کجا؟ ها او قلی بالا ولی بالا کی جنیت خیلی دوره خود دوره میتونه من هم ببری این باسکل من برده نمیتونه شما بشینیم آن ماما جان بشینیم فکر کنیم بشینیم خوب میتونه بشینیم بشین شما بشینیم سوار شیم نمیشه ماما جو این باسکل شما برده نمیتونه ماما بله برده نمیشه نه بگیری شما این کنه ها بگیری ماما پشت تا شما میشینم خوبه سوال کنه اول ماما هی کنم مفتکی ماما نه که ماما یک مرتکاکی بیستی بداد بیستی هم به شما میدم ماما ها بیستی ماما خوب میدیم باسکل شما میبری نه کرایه باشه سه کنم من کش میکنم ماما شما مال بالا نشین سه کنم کش میکنم تیره کنم نه شما سوال تله کنه بله تله کنه بله سوال نشین ماما ماله کنه ماما تله کنه یه ندید پیاله باسکل دور بابا ماما جو بسکن باسکل دور بابا بیکوز ببینم بابا بایلو الان نمیشه کنم باسکل کشتی باسکلو باسکل دوست بگوید سلام علیکم. وعلیکم کجی باسکل نبردم ایشته هم یک مرتگه که بیدار دیوان همون دوازی بود خوب گفته باسکل بده من تا این قلی بالا برم خوب باسکل بده نست گفته یک تیلی بکن تیلی کدوم کارو خودو هم یک دفعه باسکل گواسته بگیری برا مرتگه میشناختی مرتگه نمیشناخت نه مرتگه ساده مبارک بود باشه گردعنم بند باشه دیگه اگه چشم شما بفته ها بیلو او بردم لالا خیلی هم یک هفته پیش به 100,000 پیش بودم من بابا کی بشه بدرکه. خود در بدر کن نمیدادیم بود ما نمیقشتی چه کارشون کجی خب بگارم به شما کدام هوشیاری بی مرتکب سر شما فیلم رفته کجی خب نه وشای خود چی فاینو کی الان شده منان دی رسمی مثلا کلو بره برای میده میده بدایدم کارو برا مبارک باشه برای خوشی ها شما ری کرده برین دیگه چشم شما لگ گرفته آگه دیدی از خمان می دستکیل شما رو میشتن شما اگه دیدیم شما هر بینید کجی شما دیدیم بابایی با کجا بگی پنچه شما سلام باجه اشتنی خیلیات جانگره باشه نگاه دارم حال دمایی اشتنی باجه جو خیلیات چیان هستیم خیلیات جانگره اول خوبه چون هم مثل که امشب میبینی بگفتم بله باجه چی گپایه قرار قراری خاطر مادر تینا همه بودم دیگه خب دیگه چی گپا با باسکل همه دی خیلی کار باجه تو کش میکنی باسکل باسکل دیگه باجه کش میکنم پنچه شو پنچر هم کنه هسته پنچه شو میگم واقعیت ما تو کش نمیکنه باسکل غیر یک موتر سکل این دیگه کمک کنه تر همه روزا بخریدم این واجه خوب بریک ها عزیز بریک برای پامه پا خود تکر میکنه من بم زمین این بریک از این بکنن مثل شاخ بوزی بری یار تو اگه به شهر بری خودی از این باسکل شاید بشه پاخونه جان همون عدد بزنی برای از هر گوله ای که در میزنه 3 دفعه تکر بکنم یار باجینیه حقیقی دیگه چه کار کنیم آجه چی که پایش تو باجه یک بریک یک 100 روپیه نمیشه بنده بری و بریک با این 20 روز میشه خریدم دیگه نشد برابر نشد فارغ نشدم از دست گوش بنده راست میگه هر شدیم به نوبت خوب بکنده و به یک اینا خوب همه میرم باجه بخونه میرم دیگه زنده باشیم چند میارزه باجه این گیرون نداده به من این دیگه خونه های 600 میارزه نیه باجه 3,000 خریدم باجه 3,000 هی باجه پولا خور ببین دختی باسکل که ازی فقط تاکلپ بمونده دیگه چیه؟
چیکار کنیم؟ برای چاشت خودمون نمیرم مثلا میام من میمون نایم میام ما برو من گواه خور جمع کنم بفهمیدی رختا خور برخ کنم میام باجا خب بیان که اختلاط کنیم باجا میام بیا از این خاله وقت تو ندیدم روزی اختلاطات رو دوستم